12. هر بار یک بشکه به پیش برود. انسان‌هایی که هم توانایی میانه دارند می توانند کارهای بزرگ انجام دهند اگر هر بار تمام نیروی خود را به طور خستگی ناپذیر روی یک چیز متمرکز کنند. ساموئل سمایلز. یک ضرب المثل قدیمی انگلیسی میگوید 1 متر سخت است ولی 1 سانتیمتر مثل آب خوردن است. یکی از مهمترین روش‌های غلبه بر تنبلی این است که به جای آن که به تمام کار عظیمی که در برابرتان قرار گرفته است فکر کنید، ذهن خود را فقط روی همان قسمت از کار که در حال انجام آن هستید متمرکز کنید. یکی از بهترین راه‌ها برای خوردن یک قورباغه بزرگ این است که هر بار یک لقمه از آن را بخورید. کنفوسی میگوید طی کردن راهی که 1000 فرسنگ است با برداشتن یک قدم آغاز می شود. این یکی از بهترین استراتژی ها برای غلبه بر تنبلی و انجام کاری بیشتر در زمانی کمتر است. چندین سالی پیش من از قلب صحرای آفریقا می گذشتم. صحرای تنزروف در اعماق الجزایر فعلی. در اون زمان سالها بود که فرانسوی ها صحرا را به حال خود رها کرده بودند و مرکزهای سوخته میان راه هم خشک گردیده بود. صحرای بی آب و علف بیش از 800 کیلومتر پهنا داشت و حتی یک پشه هم در آن پر نمیزد. مثل یک پارکینگ ریگی زردی وسیع و صاف بود که از هر طرف نگاه میکردی تا افق گسترده بود. بیش از 1300 نفر در سالهای قبل هنگام گذشتن از این صحرای پهناور ناپدید شده بودند. بیشتر ریگ‌های روان مسیر را پوشانده و مسافران شب‌ها در صحرا گم شده بودند. برای نشانه‌گذاری مسیر فرانسوی‌ها از بشکه‌های سیاه رنگی 55 گالونی نفت استفاده کرده بودند. این بشکه‌ها را به فاصله‌های 5 کیلومتری، یعنی فاصله‌ای که خمیدگی زمین افق دید را در صحرای خشک محدود می‌کند، قرار داده بودند. به این ترتیب در طول روز در هر کجای مسیر که بوده می توانستیم 2 بشکه را ببینیم. بشکه‌ای که تازه از آن گذشته بودیم و بشکه‌ای که 5 کیلومتر بعد از آن در برابر ما قرار داشت و همین کافی بود. تنها کاری که باید میکردیم این بود که اتومبیل را به طرف بشکه بعدی هدایت میکردیم. در نتیجه می توانستیم از بزرگترین صحرای جهان عبور کنیم. فقط به این صورت که هر بار یک بشکه پیش برویم. به همین روش می توانید هر کار بزرگی را در زندگی خود به انجام برسانید. اگر خود را موظف کنید که هر بار فقط تا جایی که می توانید ببینید پیش بروید، آنگاه به اندازه کافی دید پیدا می کنید تا بتوانید باز هم پیشتر بروید. برای انجام یک کار عظیم باید به اطمینان قدم بردارید و اعتماد کامل داشته باشید که گام بعدی شما به زودی برایتان روشن خواهد شد. این نصیحت فوق‌العاده را به خاطر بسپارید. در بازی والیبال باید بپرید تا تور را ببینید. برای داشتن یک زندگی و یا شغل ایدئال باید هر بار یک کار را به دست بگیرید، آن را زود و خوب انجام دهید و سپس به سراغ کار بعدی بروید. برای رسیدن به استقلال مالی باید هر ماه مقداری از پول خود را پس‌انداز کنید و هر سال این رویه را دنبال کنید. برای داشتن سلامتی و تناسب اندام همیشه کمتر بخورید و کمی بیشتر ورزش کنید و این کار را هر روز و هر ماه ادامه بدهید. برای غلبه بر تنبلی و انجام دادن کارهای بزرگ فقط کافی است اولین قدم را به سوی هدفتان بردارید و بعد قدم بعدی را هر بار یک بشکه به پیش بروید. قورباغه را خورد بده. هر هدف، وظیفه یا برنامه را که تا به حال در زندگی برای رسیدن و یا انجام آن سستی و تنبلی کردید انتخاب کنید و فوراً اولین قدم را برای شروع کار بردارید. برخی وقتها برای شروع تنها کاری که باید بکنید این است که بنشینید و لیست از تمام مرحله هایی که برای انجام یا رسیدن به هدف باید طی کنید تهیه کنید. سپس کار را شروع کنید. هر بار یکی از مرحله ها را به انجام برسانید. بعد مرحله بعدی و به همین ترتیب تا آخر.
در پایان از نتیجه به دست آمده شگفت زده خواهد شد.